این در واقع حمله‌ای که اتفاق افتاد چه تأثیری بر توازن قدرت در جمهوری اسلامی گذاشت و چقدر تأثیر گذاشت بر اون مبارزات آزادیخواهانه‌ای که بسیاری از فعالان سیاسی پیگیرش بودن، چه حالا کسانی که به فکر اصلاحات بودن به نحوی، چه کسانی که به فکر رفرم یا ترانزیشن یا بعضن گذار یا حتی براندازی بودن. چه تأثیری گذاشت این حمله؟ ببینید، خب این حمله، این جمله معروفی که خیلی از دوستان به کار میبرن، میگن جنگ شر مطلقه، به نظرم از جوانب گوناگون تاثیرات منفی بسیار زیادی رو گذاشت در بین گروه‌های سیاسی خارج از کشور. همونطور که شما اشاره کردید، دو دستگی ایجاد کرد و حتی چند دستگی ایجاد کرد. حتی در مورد طرفداران بلوک‌های مشخصی از اپوزیسیون، یه ویدیو رو آقای پرویز صیاد این 2-3 روز پیش پخش کرد، شاید شما دیدید. ایشون از طریق یه انجمن ایرانی در نیویورک دعوت میشه که بره برای 30 روز بعد از نوروز ایران قرار بوده که مراسم برگزار کنه. مهمان بوده، میرن اونجا. در اونجا اتفاقاتی میفته که بخشی از اون مراسم در یک پارکی در نیویورک برگزار میشه که خود آقای صیاد تعریف میکنه و فیلم مستندش هم هست که طرفداران نظام پادشاهی با هم اونجا بر سر دادن شعار، همین چند تا شعاری که دارن، ظاهرا با هم اختلاف نظر پیدا میکنن، دعواشون میشه و آقای صیاد میکروفون میگیره. نمیدونم، شاید شما اینو دیده باشید، چون ایشون برای من فرستادن، میدونم برای همه فرستادن دیگه در واتساپ وقتی باشون در ارتباط. آقای صیاد اینا رو آشتی میده. به چه صورت؟ ظاهرا این شعار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، شاید رو سر اون اختلاف بود. آقای صیاد اونجا میگه حالا بیایم بگیم این آخرین نبرد شهبانو برمیگرده و تمام جمعیت شروع میکنن میگن این آخرین نبرد شهبانو برمیگرده. اینو چرا من خدمتتون عرض کردم؟ چون اشارتون بود به این ایجاد دوگانگی و دو دستگی و چند دستگی در بین ایرانیانه. خب این از یه بابتی به نظر من زیاد در یک بخشی از اپوزیسیون ایجاد این دوگانگی ارزش زیادی ندارند سیاسی، ولی در کل اهمیت داشت. یعنی یک نفاق بزرگی رو در بین بخش‌های مختلف اپوزیسیون ایجاد کرد و در درون ایران. اما من فکر میکنم که برخلاف ظاهر، حداقل برخلاف ظاهر، موجب یک نوع همکاری بین لایه‌های مختلف و جناح‌های مختلف حکومتی شد. تا به امروز لااقل من این رو میبینم. حالا عده‌ای معتقدن که نه، اصلا چند دستگی در بین حکومتی‌ها هست و ممکنه که اصلا این چند دستگی موجب فروپاشی رژیم بشه. من فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفته.